با بیماری فاسیولیازیس آشنا شویم. با ما همراه باشید. بیماری فاسیولیازیس به عفونت ناشی از انگل فاسیولا گفته میشه. در سالهای گذشته این انگل عمدتاً باعث بیماری در دامها میشد و کمتر باعث بیماری در انسان میشد. اما متاسفانه در طول چند دهه گذشته ابتلای این بیماری در انسان افزایش پیدا کرده. سازمان جهانی بهداشت ایران رو در زمره کشورهای قرار داده که با این بیماری مشکل جدی دارند و به نظر میرسه که استان گیلان مهمترین کانون این بیماری در قاره آسیا باشه. انگل‌های فاسیولا کرم‌های مسطح و برگی شکل هستند و عمدتاً در مجاری صفراوی کبد دام‌هایی مثل گوسفند، بز، گاومیش و برخی علفخواران دیگه زندگی می‌کنند. چطور ما به انگل فاسیولا آلوده میشیم؟ بیایید چرخه زندگی انگل فاسیولا رو با هم دیگه مرور کنیم. حیوانات آلوده به فاسیولا تخم این انگل رو همراه با مدفوعشون به محیط خارج دفن میکنن و در صورتی که این تخم در آب رها بشه و در دمای مناسب، بعد از حدود 3 هفته در داخل تخم یک لارو مژه‌دار به وجود میاد. این لارو بعد از تشکیل از تخم خارج میشه و در داخل بدن حلزونهای آبزی نفوذ و شروع به تکثیر میکنه و در نتیجه تکثیر این انگل در داخل بدن حلزون باعث میشه تا تعداد زیادی لارو دمدار ایجاد بشه. این لاروها بعد از کامل شدن از بدن حلزون خارج میشن و در آب رها میشن و خودشون رو به برگ گیاهانی که در آب هستن میچسبونن و با ترشح یک دیوار محکم در اطراف سرشون به یک فرم مقاوم تبدیل میشن و حیوانات نشخوار کننده و انسان با خوردن گیاهانی که در این آبها رشد کردند و یا سبزیجاتی که آلوده به انگل فاسیولا باشند به بیماری فاسیولیازیس یا عفونت ناشی از انگل فاسیولا مبتلا میشن و با دفع تخم این انگل از طریق مدفوعشون به محیط خارجی باعث میشن تا این چرخه ادامه داشته باشه. از زمان خوردن انگل فاسیولا تا زمانی که علائم این بیماری آشکار بشن از چند هفته تا چند ماه طول میکشه. بعد از طی این مدت علائم و نشانه ها به صورت تب و گاهی تب با لرز و عرق شبانه، دردهای شدید شکمی، مشکلات گوارشی مثل اسهال، نفخ و تهوع و حتی نشانه های حساسیت مثل قرمزی پوست و خارش و حتی ناراحتی های تنفسی، کاهش وزن و کمخونی ظاهر میشن. در صورتی که بیماری ادامه پیدا بکنه، دردهای قلنج مانند، عدم تحمل غذای چرب و سردی ایجاد میشه. برای تشخیص بیماری فاسیولا انجام آزمایشات خون و مدفوع ضروریه و اگه پزشک برای شما آزمایش مدفوع رو درخواست کرده باشه، باید توجه داشته باشید که برای انجام آزمایش مدفوع حداقل از 1 هفته قبل از آزمایش نباید از جگر دام و یا غذاهایی که با جگر تهیه میشن تغذیه کرده باشید و اگر نمونه مدفوع شما که در این شرایط مورد آزمایش قرار گرفته حاوی تخم انگل باشه، به طور قطع به بیماری فاسیولا مبتلا هستید و باید مورد درمان دارویی قرار بگیرید. برای درمان دارویی فاسیولا، داروی مورد نیاز تریکلابندازول نام داره و نوع انسانی این دارو ایگاتن نام داره که پزشک برای شما تجویز میکنه. از راه‌های احتمالی که میتونه باعث انتقال بیماری فاسیولا در استان گیلان بشه، خوردن سبزیجات آلوده به انگل به صورت خامه که از راه‌های اصلی انتقال این بیماریه.
حتی شستن ظرف و سبزی‌ها در آب‌های آلوده. همینطور نوشیدن آب‌های سطحی و آب چشمه‌های روباز نواحی کوهستانی. خوردن غذاهایی که با سبزی‌های خام تهیه میشن مثل زیتون پرورده. و همینطور خوردن جگر خام یا آبدار که حاوی انگل فاسیولا باشن. بهترین روش برای پیشگیری از ابتلا به بیماری فاسیولا پرهیز از خوردن سبزیجات محلی به صورت خامه. اگه جزء دست افرادی هستید که علاقه زیادی به مصرف نمک سبز دارید، باید بدونید که نمک موجود در اون نمیتونه انگل رو حداقل به مدت 1 ماه از بین ببره و تنها روش صحیح مصرف نمک سبز قرار دادن اون در فریزر خونگی به مدت 5 روز قبل از مصرفه تا انگل از بین بره. اگه برای طعم دادن و معطر کردن مواد غذاییتون از سبزیجات محلی مثل چچاق یا نعنا استفاده می کنید، باید اول سبزیجات رو به خوبی شستشو بدید، سپس خرد کنید و در نهایت به مدت 5 روز فریز کنید. مناسب ترین راه برای جلوگیری از آلودگی سبزی‌های محلی به انگل‌های فاسیولا این هستش که سبزی‌ها رو در محیط عاری از دام و حلزون پرورش بدیم. برای این کار بهتره که ریشه این گیاهان رو از طبیعت تهیه کنیم و اونها رو در باغچه منزلمون یا گلدون‌های بزرگ پرورش بدیم. در صورتی که تمایل و اصرار زیادی به خوردن سبزیجات محلی به صورت خام دارید، اول باید اونها رو با آب و مایع شوینده به خوبی شستشو بدید و به مدت 15 دقیقه در محلول سرکه سفید قرار بدید و سپس سبزی رو از محلول سرکه خارج کنید و با آب زیاد شستشو بدید و در نهایت مصرف کنید. یادتون باشه موقع پاک کردن سبزیجات از دستکش استفاده کنید و در موقع تمیز کردن سبزی دستتون رو به دهانتون نبرید. برای شستشوی توت فرنگی اول اونها رو به خوبی با آب شستشو بدید. سپس به مدت 3 تا 5 ثانیه در ظرف آب جوش وارد کنید و در ادامه سریعاً توت‌ها رو از آب جوش خارج کنید و در آب سرد قرار بدید. در صورتی که کیفیت توت فرنگی خوب باشه، این فرایند تأثیر زیادی بر تازگی اون نداره. و صحبت آخر، از اونجایی که سالم سازی سبزیجات کار بسیار دشواریه، بهتره در زمان شیوع بیماری فاسیولا برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری از مصرف سبزیجات به صورت خام پرهیز کنید. از اونجایی که استان گیلان مهمترین کانون این بیماری در قاره آسیاست، سعی کنیم با رعایت نکاتی که گفته شد از ابتلا به این بیماری پیشگیری کنیم.